با درود فراوان خدمت هموطنان عزیزم. همینطور که مطلع هستید، یکی از حساس‌ترین و مهمترین دوران‌ها رو از لحاظ فرهنگی و اجتماعی در تاریخ ایران عزیزمون شاهد هستیم. به همین دلیل لازم دونستم نامه بسیار مهمی رو که امروز جناب دکتر آزمایش به آقای مهندس سحابی نوشتن، مهندس عزت‌الله سحابی نوشتن، براتون قرائت کنم. با تشکر از جناب آقای مهندس عزت‌الله سحابی عزیز، نامه اخیر سرکار به هموطنان خارج کشور که در ادامه مطلب دیگری نوشته شده حاوی مطالب بسیار ارزنده است. از حس پیگیری و صمیمیت سرکار همه آزادگان قدردانی می‌کنند. در این حال تقاضای عمومی آن است که چنین نامه‌های خردمندانه‌ای را برای راهنمایی خشونت طلبان که هر روزه با انواع و اقسام وسایل سرگرم دفع خردمندان هستند نیز انشاء فرمایید. این روزها به نظر می‌رسد که جناح افراطگرا در میون خشونت طلبان خیالات تازه‌ای در سر دارد. یعنی بعد از ترور مرحوم شهید نازنین علی موسوی، حال در مطبوعات زنجیره‌ای وابسته به خود دست به داغ کردن تنور شایعات نسبت به آقایان رفسنجانی، کروبی و موسوی زده‌اند. آنچنان که روزنامه جمهوری اسلامی انتشار سازمان یافته شایعاتی درباره سلامتی اکبر هاشمی رفسنجانی را مورد تایید قرار داده و نوشته بازار شایعات این روزها داغ است. از اولین ساعات صبح دیروز شنبه شایعه سکته آیت الله هاشمی رفسنجانی بر سر زبانها افتاد و آنقدر گسترش یافت که یکی از اعضای دفتر ایشان اقدام به تکذیب آن کرد. این شایعه در حالی به راه انداخته شده بود که آقای هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر دیروز جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام را اداره می‌کرد. همین محافل طی روزهای گذشته شایعاتی درباره آقایان کروبی، خاتمی و موسوی بر سر زبانها انداخته بودند که صحت نداشت. طبیعی است که اعلان خطر روزنامه جمهوری اسلامی به مدیریت حجت الاسلام مسیح مهاجر را باید جدی گرفت. فرض را بر این بگذاریم که همین امروز اصحاب جنبش سبز با لبیک گفتن به پیام سرکار دست از کنش‌های اجتماعی خود بردارند و به گوشه‌ای بروند. آیا شما می توانید از آقای جنتی و خاتمی و روح الله حسینیان و بامدادچیان و طائب و ذوالنور و رئیسی و غیره تضمینی برای سلامتی آنان بگیرید؟ مردم قتل عام‌های سال‌های 60 و 67 را از یاد نبردند. قتل عام اشخاصی که نه در کنج خانه‌هایشان بلکه در کنج سلول‌های زندان بودند و بی جرم و بی جنایت به اتهام داشتن عقیده متفاوت 700 نفر به جوخه اعدام سپرده شدند. آیا شما تضمین دارید که اگر مردم ساکت شوند فردا آنان را به سرنوشت شهیدان و قربانیان سالهای پیشین دچار نکنند؟ مردم آرامش طلبند. مردم چماق و چاقو و قمه و شمشیر و هفت‌تیر و تفنگ و موتور و ماشین‌های زره‌پوش و هلیکوپتر و نیروهای آموزش دیده تحت امر ندارند. مردم دانش آموز و دانشجو و کارمند و کارگر هستند. اهل سلمند. در روایت آمده که سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. حال این آقایان قضیه را برعکس کرده و حرب لمن سالمکم شده اند. آقای رئیسی معاون اول قوه قضاییه میگویند جوانی که سنگ در دست دارد مصداق شاهرن به سیف است و محارب و واجب الاعدام شمرده می شود. شما با میزان و مقیاس نظر فقهای امامیه نظر آقای رئیسی را نقد بفرمایید. این آقایان افراطی مثل روح الله حسینیان و بامدادچیان در مجلس شورا و همفکرانشان در سایر ارکان در جستجوی وحدت و ائتلاف نیستند. به دنبال تعمیق اختلاف و اتلاف فرصت و شعله ورتر کردن حریقند. نامه مهندس موسوی مورد تجلیل عموم خردگرایان قرار گرفت. برعکس افراطگرایانی مانند سردبیر کیهان ایشان را به عمر سعد تشبیه کردند.
درد بر سر آن است که تیغ در دست طائب و ذوالنور و قلم در دست حسین شریعت مداری و قاسم روانبخش و تریبون در دست احمد جنتی و احمد خاتمی است. درد بر سر آن است که مردم خواهان سلم و مسالمتند، اما افراطیون مسالمت خواهان را بزغاله و گوساله و خس و خاشاک می‌شمرند. پس بحث شما که می‌فرمایید انقلاب نه ممکن است نه صلاح، به صورت کلی درست است، اما مردم حتی اگر این اندرز شما را بپذیرند باز هم میکوشند تا به طرف مقابل بگویند ما گوساله نیستیم، ما بزغاله نیستیم، ما خس و خاشاک نیستیم. نصیحت شما به مردم وقتی میتوانست مؤثر واقع شود که مردم به طرف مقابل میگفتند گوساله و بزغاله و خس و خاشاک. در آن صورت جا داشت شما به مردم، به آقای مهندس موسوی، به آقای کروبی، به آقای ثانی بفرمایید به طرف مقابلشان نگویند گوساله و بزغاله، چون آنها عصبانی میشوند و خشونت میکنند. اما بحث بر سر آن است که مردم به طرف مقابلشان میگویند ما آدمی زادیم، گوساله نیستیم، ما انسانیم، بزغاله نیستیم، ما بشریم، خس و خاشاک نیستیم. اما طرف مقابل وقتی میشنود که مردم خودشان را آدم و انسان میشناسند عصبانی میشود و دست به خشونت میزند و آنها را سرکوب میکند. اشکال کار در آنجاست که این آقایان فقط در حرف و سخن مردم را گوساله و بزغاله نمیخوانند، در عمل با آنها رفتاری میکنند که فقط با گوساله و بزغاله میتوان کرد. به مردم میگویند مهم این نیست که شما به چه کسی رأی داده باشید یا نداده باشید، شما علف خودتان را چرا کنید، ما میگوییم و تعیین میکنیم که رأی شما به چه کسی بوده یا نبوده. اینجاست که جا دارد سرکار با قلم شیوای خود نامه‌ای به اصحاب قدرت بنویسید و به آنها یادآور شوید که اگرچه انقلاب نه ممکن است نه صلاح، اما گهگاه برخی ندانم کاری ها و خودزنی ها شرایطی را به وجود می آورد که هر غیر ممکنی ممکن می شود. چرا از تجربه تاریخی قلدران و ابرقدرت ها درس نمی گیرید؟ با احترام، سید مصطفی آزمایش، 13 دی ماه 88. به امید پیروزی حق علیه باطل.